سلام. سلامی به گرمی و مهربانی نگاه‌های مهربان شما به تلویزیون جهانی امید ایران. خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما بیننده های خوب و عزیزم هستم. امروز یکی از هنرمندهای خوب ایرانی، یکی از بانوان موفق و کسی که توی ایران همه فیلماشو دیدن و دوستش دارن در برنامه من میهمان هست، خانم مژگان مظفری. مژگان جان خیلی خوش اومدی، بهت ویلکام میگم عزیزم. مرسی که دعوت منو پذیرفتی. متشکرم. با سلام خدمت شما شهره عزیز و با عزیزان تلویزیون ایران و ضمن تشکر به مردم عزیز ایران سلام میکنم، به اونهایی که خیلی دوستشون دارم و دلم خیلی براشون تنگ هست و خیلی کوچیک شده، به خانواده مهربونم که فرشته هایی هستن و به پسر گلم علی. منم به خانواده عزیزت سلام میفرستم و خیلی خوشحالم و بهشون تبریک میگم با داشتن یک همچین دختر نازنینی که توی جامعه ایرانی تا این اندازه موفق شده و همچنین به پسر عزیزت که یک همچین مادر نازنینی داره. و باز هم تشکر میکنم از تو عزیز که در برنامه بانوان موفق و مادران فداکار شرکت کردی، چون هم بانوی موفقی هستی و هم مادر فداکار و هم هنرمند بسیار خوب. مژگان جان برای من از کارات بگو که مردم بیننده های ما با کارات بیشتر آشنا بشن. قبل از اینکه بخوام شروع بکنم شهره عزیز، فکر میکنم شما با قلب مهربونتون دیدین. من در این حد نیستم، واقعا در این حد نیستم که شما میفرمایید، ولی ازتون سپاسگزارم به خاطر اینکه با قلب مهربونتون دیدین. من یه نقاش هستم، یه عاشق، و فکر میکنم یه نقاش وقتی با قلبش کار میکنه میتونه برای مردم حرف بزنه. در دوره‌های کاری هنریم هم هر چی که احساس کردم، هر اتفاقی که تو زندگیم افتاده، تاثیرش رو سعی کردم روی آثارم داشته باشم، روی کارهای هنریم داشته باشم و برای مردم حرف زدم و درد دل کردم، حالا چه با نقاشی هام، با فیلم هام، با مجسمه هام یا حتی پرفورمنس ها و هنر اجرایی که داشتم در نمایشگاه هام. ولی اون چیزایی که شما فرمودین خیلی بزرگتر از اون چیزی هست که من در خودم میبینم. من که فکر میکنم که خیلی بیشتر از اینا هست و قضاوتشو به عهده بیننده ها میذاریم بعد از دیدن کارات. میخوام ببینم که چند سالی که شروع کردی، تو چه سنی بودی که شروع کردی به این کار و چه انگیزه‌ای داشتی، چه چیزی باعث شد که به طرف نقاشی بری؟ شهره عزیز، میخوام یک داستانی رو تعریف بکنم از کودکیم. 5 سالم بود که یه دختر خاله داشتم به نام مستانه که از این تخلص استفاده میکنم در نوشته هام برای مجله ها و روزنامه ها که می نویسم. و 5 سالم بود که اون با یک عمل اشتباه متاسفانه دیسیبل شد و فلج شد از ناحیه گردن و روی تخت خوابید و من شدم دستای اون، به جای اون نقاشی میکردم. میتونم بگم حس نقاش بودن و حس نقاشی کردن رو اون در قلب من گذاشت و همیشه ممنون و مدیونش هستم. ولی زندگی من روندش به طور خیلی عجیبی تغییر پیدا کرد. اول رشته روانشناسی رو شروع کردم. 2 سال دانشجوی روانشناسی بودم که وارد رشته هنر شدم. ترم اول و دومم نمره‌هام خیلی بد بود. برای اینکه همه ذهنیتم معطوف بود به رشته‌های دیگه، رشته‌های تجربی و دلم می‌خواست توی اون رشته‌ها بتونم فعالیت کنم. تا اینکه با آقای رویین پاکباز آشنا شدم. ترم دوم بودیم که آقای پاکباز اومد به ما تاریخ هنر درس داد و این مرد بزرگ چنان تحولی در زندگی من به وجود آورد و چنان آتشی در جانم انداخت که تمام زندگیم رو تحت شعاع قرار داد و میتونم بگم دیگه یک لحظه آرام و قرار برای من به وجود نیاورد. یعنی دیگه تمام زندگیم معطوف هنر شد و هنر رو از یه دریچه دیگه نگاه کردم و با یه دریچه دیگه دیدم. و از اون موقع شد که دیگه نقاشی و طراحی و تاریخ هنر، اصلا زبان هنر برای من یک دنیای دیگه پیدا کرد و میتونم بگم یک عشق خاص بود که در جانم شعله انداخته بود و این شعله یک لحظه نمیگذاشت که من آروم باشم.
چقدر خوب. قدر این شعله رو بدون که این شعله های عشق و میتونه آدم رو به کهکشون ها برسونه. من خودم نسبت به شعر یه همچین حالتی رو دارم. بسیار عالی. این خیلی حالت قشنگیه و قبول کن که زبانی که صحبت کردی، گفتی زبان هنر زبانی گویاتر از زبان هنر نیست. یک بار استاد چنگیز شهوق که ایشون فوت شدن و از اساتید بسیار بزرگ و بسیار مهربان من بودن که خدا رحمتشون کنه، یه جمله خیلی خاص به ما گفت شما که در عرصه هنر واقعا بخواین قدم بردارین و قدم بگذارین، یه اتفاق خاص براتون خواهد افتاد. چیزایی رو حس میکنید که ممکنه دیگران براشون خیلی پیش پا افتاده باشه، ولی بهای سنگینی بابتش خواهید پرداخت. اون چیزی که میفرمایید زبان هنر، اون بهای سنگینی بود که خب من توی زندگی دیدم چقدر بهاش سنگینه هست. خب کلا همه میدیم که هنرمند چون احساسش بیشتره، ضربه هایی که بهش میخوره محکمتره، این ضربه ها رو دیگران هم میخورن، ولی هنرمند بیشتر اون درد رو احساس میکنه، اون رنج رو هنرمند بیشتر احساس میکنه. دقیقاً. ممکنه دانه برچیدن یک گنجشک در زمستان برای کسی هیچ چیز خاصی نباشه، ولی ممکنه قلب یک هنرمند رو به درد بیاره، یا دیدن یک بچه کوچکی که داره توی خیابان تکدی کنه و گدایی میکنه و شما هیچ کاری نمیتونید انجام بدین و جلوی ماشینتون رو میگیره برای اینکه بخواد بهش پولی بپردازین. و خب اینها دردهایی هست که قلب شما رو فشار میده. و خب همونقدر هم انعکاس پیدا میکنه روی نقاشی شما، روی فیلمسازیتون، روی مجسمه هایی که به وجود میارین، یا حتی هنرهای اجرایی یا چیدمان هایی که دارین. کلا هنر زندگی ماست که به شکل هنر در میاد، یا به شکل نقاشی، یا به شکل شعر، یا به شکل در یک مجسمه ما جا میدیم. اون احساس درونیمونه که داریم بازگو میکنیم با یک نقاشی یا با یک مجسمه یا با یک نوشته روی دیوار. میتونم بگم بخشی از وجود ماست. بله. و عزیزی بود که یک هنرمند، وقتی ازش میپرسیدم که چرا کاراتو نمیفروشی و میدونستم که خب شرایط مالی بسیار دشواری داره، میگفت آخه اینا بچه های منن. انقدر نسبت به کار هنری خودش احساس داشت و انقدر با اونها آمیخته و عجین شده بود که احساس میکرد نمیتونه اونها رو حتی بفروشه برای امرار معاش، در صورتی که من میدونستم شرایط بسیار دشواری داره. خب بخاطر اینکه وقتی آدم یه چیزی رو به وجود میاره، واقعا بچه آدمه، چون آدم بچه‌شو به دنیا میاره. میدونی؟ اون هنرم همین هست. حالا دوست داری که مشکان جان کدوم از کاراتو ببینیم؟ فکر میکنم از نقاشی‌ها و کارهای مشترکمون شروع کنیم بهتر هست، چون من 7 سال با عزیزی در ایران در مقطع فوق لیسانس همکار بودیم به اسم زهرا اسماعیلی تبار که به اسم رابعه تبار در ایران شناخته شدن و ما با هم کار میکردیم که از اینجا سلام میکنم خدمتش. دوست بسیار گرانمایه‌ای بود و افتخار میکنم که حدود 7 سال ما با هم کار هنری داشتیم. شب و روز کار میکردیم، شب و روز. و اولین فیلمم رو با ایشون ساختم. با هم تعداد خیلی زیاد، میتونم بگم نزدیک 400-500 تا ماسک ساختیم. کار یخ‌ها رو با هم داشتیم در موزه هنرهای معاصر که از جلوی موزه فرش تا انتهای پارک لاله ما یخ چیدیم و داخل یخ‌ها سیب بود که سیب سمبل عشق هست در ایران باستان و پارچه گذاشته بودیم و در یه ساعت خاص اونها رو با پودرهای رنگ ما اینها رو لمس کردیم و در واقع از یک جسمی که یک روزمرگی داشت، ما اون روزمرگیشو گرفته بودیم و یک هویت جدید بهش داده بودیم و یک اثر هنری به وجود آورده بودیم که مردم هم خیلی دوست داشتن و از موزه خواهش کردن. ما 4 بار در موزه اجرا کردیم، 2 بار در دانشگاه تهران، 1 بار در جوادیه، محله جوادیه. و از عزیزانی که در محله جوادیه هستم من واقعا تشکر میکنم. بچه‌هایی که در کارخانه‌هایی بودن در مسیر بهشت زهرا، از اونها کمک میگرفتیم که کارهامون انجام بدیم. واقعا از اونها سپاسگزاری میکنم. بسیار انسان‌های نازنینی بودن. هر جایی ما پا میگذاشتیم واقعا از خداوند سپاسگزار هستم. در تمام طول مسیر زندگیم همیشه انسان‌های شایسته در مسیر زندگیم بودن و این لطف الهی هست و من واقعا خوشحالم از این قضیه. همیشه انسان‌های خوب، همیشه انسان‌های خوب، همیشه انسان‌هایی که میتونم بگم قلبشون رو باز کرده بودن برای ما و به ما کمک میکردن. کلا مردم ایران
وقتی که آدم احتیاج به یک کاری داره صادقانه جلو میاد و من این توی ایران بارها و بارها برای من پیش اومد و به خاطر این عشق زیادیه که من به مردمم دارم و تنها چیزی که من آرام میکنه دیدن مردمم، صحبت کردن با مردمم و من به خاطر همین از شهر دیگه که شیکاگو بودم پا شدم بودم کالیفرنیا که با مردم خودم باشم. این حس قشنگ همکاری بین مردم و اون حسیه که به آدم میدن، آدم احساس میکنه که کلا پاری از تن ما هستن. من نسبت به مردمم این حسو دارم، فکر ما همه یکی هستیم. من 3 سال و اندی هست که مردمم رو ندیدم، مردم کشور ایران رو متاسفانه نتونستم به ایران برگردم. اینجا عزیزانی هستن که واقعا خدا رو شکر میکنم که میتونم از ایرانی ها کسایی رو اینجا داشته باشم و ببینمشون، ولی واقعا افتخار میکنم به ایرانی بودنم. اینجا وقتی صحبت میشد که اسمتو عوض کن، اسمت سخت هست مژگان برای آمریکایی‌ها، برای گروه های دیگه که از کشورهای دیگه هستن اسم من خب خیلی تلفظش براشون سخت هست، میگفتن عوض کن، میگفتم خب یه اسم ایرانی، من به این اسم و از جایی که اومدم بهش افتخار میکنم و دوست دارم این رو با خودم داشته باشم به عنوان یک هویت. و پس زمینه اومدن از جایی که مردم سرزمین مهرن و عشق، من این عشق رو از اون سرزمین دارم و واقعا افتخار میکنم بابتش. مرسی مرسی با این احساس قشنگت و میبینیم قسمت‌هایی از کار مژگان مظفری نازنینمون رو. بله شما توضیحاتی اگه می‌خواید بدین. نقاشی‌هایی هست که در مقطع لیسانس داشتم با یک دید نوستالژیک، با یک دید نگاهی به گذشته در رابطه با مصر باستان و کارها کاملا انتزاعی بودن و ابسترکت و کارهایی هست که در اون دوره من کار کردم. بله. و به دلیل شرایط زندگی خاصی که در اون دوران برای من حادث شد رنگ ها اکسپرشنش خیلی زیاد هست. این کار یخاست که عرض کردم در مقطع فوق لیسانس و اون سیبی که میبینید سمبل عشق هست در ایران باستان. مردان وقتی عاشق زنی میشدن سیب سرخ هدیه میکردن و این هم باز کارهای نقاشی هست که عرض کردم. خب رنگ ها، خطوط بیانگر اون شاید تنش هایی هست که در اون دوران من درگیرش بودم و یک جور نگاه به گذشته که خب مصر باستان رو من داشتم جستجو می‌کردم از لحاظ علمی، از لحاظ ساختار و هنرشون و خب یه جور یک چیزهایی هم داشتن مشترک با هنر ایرانی، چون هنر ایرانی این خصوصیت خیلی خاص رو داشته که همیشه هر چیزی از بیرون می آمده می گرفته و بعد اون رو درونی می کرده و به صورت یک هنر ایرانی ارائه می کرده. بله. اینها اون کارهایی هست که در اون دوره اجرا شدن و نقاشی‌هایی هست که من از اون دیوارنگاره ها، حالا ممکنه نسپاما ها یا اون تابوت های مصری، کانوپ ها یا هر چیز دیگه‌ای که در مصر باستان اتفاق افتاده بود گرفتم و تغییر دادم. اینها نقاشی‌هایی هست که من تحت تاثیر و بررسی های دوره کوبیستی من هست که کار کردم و تجربیات اون دوره من هست. و نقاشی معمولا نقاشی دوران دانشجوییه. بله، دوره دانشجویی هست و دوره نمایشگاهی من هست. یعنی من همینطور که تجربه